سلام، ما اینجا میخوایم یک کد مطلب رو ران کنیم که مربوط میشه به یه مسئله الکترومغناطیس. میخوایم جریان سطحی روی سطح یک سیلندر نامتناهی رو حساب کنیم. معادله میدان الکتریکی روی سطح سیلندر از این رابطه به دست میاد که اینجا جی زد رو پریم مجهول ماست. معادله انتگرالیه نوع اوله. جی زد رو پریم رو میایم در واقع تقریب میزنیم با ترکیب خطی از توابع آر بی اف تیم پلات اسپلاین و با روش رادیال پوینت اینترپولیشن متد در یابی رادیال پوینت اینترپولیشن متد که در اینجا توضیح داده شده تقریب میزنیم و مسئله رو جواب تقریبیش رو به دست میاریم و با جواب واقعی که اینجا وجود داره مقایسه میکنیم و خطا رو حساب میکنیم. توی این کدی که الان من نمایش میدم براتون، خب اینجا داده های مسئله است که در واقع شعاع دایره رو 2 کایوم گرفتیم. کا طول موجه تابع تیم پلات اسپلاین استفاده شده و در این قسمت نقاط روی دامنمون پیدا شدن. اینجا اومدیم اون روش رادیال پوینت اینترپولیشن متد رو اعمال کردیم. در این قسمت جواب تحلیلی حساب شده و در خط آخر هم نمودار خطا رسم شده که من الان برنامه رو براتون ران میکنم. این نمودار محور افقی شعاع در واقع محیط سیلندر دایره ای رو نشون میده بر حسب درجه و این هم خطا رو نشون میده که تقریبا بسیار خوبی رو برای ما به نمایش میگذاره. آره 8 تا